آره. پس قرار شد چیکار کنیم؟ یه بار دیگه تکرار کن. ببین به نظر من الان یه کاری خب کنیم. بیایم موضوع رو انتخاب کنیم همین الان. بعد اون بخش بندی هاشو مثلا اون تقدم و تأخرش اینا هم اوکی کنیم با هم دیگه، همین الان هم ضبطش کنیم. میدونی دست از اون کمالگرایی برداریم خوبه. دیگه. نه به نظر من اوکیه. آره. تو الان اون درگیر خب اون داستانه بودیم که پرفکت بشه کار. خب میدونی تا شروع هم نکنیم نمیتونی به اون پرفکت برسی دیگه. الان به نظرم وقتشه که دقیقا. خب آره. موضوع رو چی پیشنهاد میکنی؟ یه موضوع مثلا خیلی پیچیده نباشه این که موضوع بخوایم. قبلی که انتخاب کردیم بد نبود. خب بعد همین موضوعی هم که الان داریم من بد نیست. یعنی چی؟ همین استارت زدن و همین آها یه ویدیو داشته باشیم برای مثلا. کمالگراییش و آها موافقی؟ آره میتونه خوب باشه. بریم تو کارش. ببین بیا کاری کنیم مثلا بگیم چرا تا الان شروع نکردیم، قرار بود کی شروع کنیم. این بشه ویدیو اول کانالمون. آره همین میتونه باشه. بریم آقا حله شروع کنیم. داستان برای این بود که چرا تا الان شروع نکردیم و ببین چون که میشه قرار گفت بود یه ما. بخشش شاید بگو. کمالگرایی باشه. آره. یعنی ببین ما. داستان این بود که شاید از اول شروع نکردیم و شاید این کمالگراییه بوده و اینکه یه مقدار فکر کنیم بعد افزارمون تکمیل تر باشه. آره حالا از نظر محیط میتونه باشه، از نظر خود بیس ابزار کار میتونه باشه آره دقیقاً. و تصمیم گرفتیم خیلی یهویی و بی مقدمه فقط ذهنمون آزاد کنیم و شروعش کنیم. آره دقیقاً همینه. نگاه کنید من و عرشا مثلا شاید تقریبا اه، 4 ماه پیش فکر کنم صحبت کردیم که آقا بیا بیشتر 5 ماه پیش شاید دقیقا آره مطمئن من نیستم. دقیقا داشتم به همین نکته دقت آره میکردم. آره یه عدد حدودی دیگه. گفتیم که بیام با هم دیگه یه پادکست بگیریم، حتی موضوعش هم آماده کردیم، بخش بندیاش هم آماده کردیم ولی استارتش نزدیم. خب مثلا داستان این بود که ارشیا میخواست خیلی پرفکت باشه، منم همینطور، یعنی جفتمون میخواستیم یه چیز خیلی پرفکتی ارائه بدیم که خب برای کار اول یه خورده انتظار غیر واقعیه دیگه. تو بخوای مثلا تو کار اول یه کیفیتی در حد مثلا کسی که خیلی تجربه دارن ارائه بدی. میدونی یه خلاصه جایی گذشت. خود شروع کردن است، یه آره جایی خود همون دقیقاً. شروع کردن است که آره اون مهمه حس و و حالشی که مثلا بیا اون حسی که بیای دوربینو بچینی، اون ستاپ آماده کنی، اون اول کاری خور سخته دیگه، دفعه اول سخته. احساس منفی و فکر منفی هم بذاری کنار و شروع کنی. آره دقیقاً. حالا نه فقط در رابطه با کاری که الان داریم انجام میدیم، ما در رابطه با تمام مسائل و زندگی و کاری و آره دقیقاً. همه چیز. آره دقیقاً خب موافقم. یاد باشه همین خیلی دیگه. وقت پیش می‌خواستیم در مورد گیم صحبت کنیم. آره بعد یه جورایی یه پشت تلفن کنم نزدیک 40 دقیقه هم در مورد اینکه بیشتر. چه مطالبی رو بگیم، چه سناریوهایی رو بچینیم و اینا آره صحبت کردیم، ولی خب یه گروه هم زدیم که مثلا مطالب اونجا آفرین. با هم به آره اشتراک آره آره بذاریم و یه جورایی کارو پیش ببریم و اینا. ولی خب از اون موقع تا حالا فکر کنم به قول خود 5 ماه میگذره. آره ولی اصلا یه قدم هم بر نداشت. ولی خب الان یهویی شروع کردیم. بعضا مثلا این ویدیو خوبیه، میدونی چرا؟ چون که نه موضوع خاصی داره، نه آنچنان ادیت خاصی قرار بخوره. اون میدونی اون چیز شکسته میشه خیلی و یه پانچ خیلی چی بگم، یه ضربه خیلی محکمیه به اون احساسات کمالگراییمون. یهو اصلا انگار شروع دقیقا مثلا من طوفانی خودم هم یه خوبیه. مدت دقیقا دارم به همین فکر میکنم. حالا چه در رابطه با کاری که الان داریم انجام میدیم، چه تو با مسائل دیگه، این حس کمالگرایی یه جوری هم یکم مریضی، حالت آره بیمارگونه است آره. اصلا. من میگم و مریضی اصلا زیاد از دقیقا حدش حداقل مریضیه برای کاملا. من که اینطور بوده، چون خیلی اوقات این کاری انجام ندادن کاری رو ترجیح میدادم به اینکه بخوام یه کاری رو شروع کنم و ساعت نباشه. درسته. همیشه افراد کمالگرایی مثل ما، آره حالا شاید کمالگرایی من یک مقدار از تو هم بیشتر باشه، شاید داره. چجوری بگم، مثلا عود کرده باشه و یه- حتی در تصمیمات روزمره هم خیلی میشه گفت موثر بود. حالا یه 2 ماهیه استارت زدم، آوردمش پایین که به 1-2 هفته که الان هستیم و خیلی خوبه. یه جورایی سعی کردیم این کار رو استارت بزنیم رسیده. آره خب این و کمالگرایی میدونی چیه ارشیا؟ علاوه بر اینکه نمیذاره استارت یعنی خیلی از اوقات نمیذاره از خودت هم راضی باشی.
من یادم تو چیز میکردی، همون کار ارز دیجیتال انجام میدادی مدتی، بعدم نبودی تو کارت دیگه، دقیقا سود میکردی و اینا. داستانی بود که اون هدفی که واسه خودت گذاشته بودی خیلی بزرگ بود. موافقی؟ همون سنگ بزرگی است به آره یعنی ببین نزدنه که خیلی میگن، تو دقیقا همین تو موفق خودشه. بودی تو بازار، تو بازار اون موقع موفق بودی، ولی چون که هدفت خیلی بزرگ بود، به نظرم الان اگه آره بشینم با صحبت کنم مثلا میگی نه من شکست خوردم تو این بازار، در صورتی که موفق بودی ولی اون هدف رو نرسیدی که خیلی هدف بزرگی بود مثلا. آره، هم یه مقدار برمیگشت به تجربه، هم به آره اینکه دانش الانمو نداشتم، مگه نه خب هم یکم ریسکامو فری ریسک میکردم، هم آره توی یه سری از موارد انقدر به خودم سخت نمیگرفتم، انقدر تارگت بالا برای خودم در نظر نمیگرفتم آره و همون پله پله رفتن خیلی خوبه، آره باعث میشه که یواشاش از زندگیت هم لذت ببری، نه اینکه یهویی ها، یعنی یه دریچه نیست، یه پنجره نیست که ازش بگذری بگی که خب از امروز قرار همه چیز تغییر کنه، نه همچین احساسی رو نداده، ولی یه حسی هست که یکم نامفهومه حتی همین الانشم و آدم آره احساس میکنه داره یواشاش رو به جلو میره و آره آره از میدونم چی. روزاش لذت میبره، سعی نمیکنه که دائما افراد کمالگرا حس میکنم دائما دارن هم با خودشون هم با محیط هم با اطرافیانشون یا درون ذهن خودشون یا در قرون خودشون بدون از خودشون دارن میجنگن با همه چیز. الان اینطوری که داریم صحبت میکنیم احساس این دارن که معتاد هستن، میشنن آره دوره آره. های NA شرکت میکنن و ببین میگن خب نه من اتفاقا، این روزه که پاکم. ببین نه اتفاقا منم چیز بودم مثلا، سرم ویدیویی که برای گیتار میگرفتم تو پیجم میذاشتم، خب یه پیجی خیلی کوچیک بود، مخاطبین کم دیگه، مثلا 80 تا مخاطب ولی خب داشتم. کارتو قشنگ بود باشه و قشنگ هست و خب هر روزم ببین روند پله پله رو سودی میتونم داره، توش خب احساس دمت کنم، گرم که اینو میگی، ولی هدفمند بودنش هم همینطور. دمت گرم ولی خیلی پدرم در میومد سر گرفتن اون ویدیو. یعنی ببین مثلا چجوری بگم، توانایی مثلا 50 بود، من میخواستم مثلا 80 باشم، بعد پدرم در میومد تو من این ویدیو رو مثلا بگیرم ادیت کنم و اینا. هم از نظر تکنیکی خب نوازندگی تمرین میخواد دیگه، مثلا تو توی لولی میتونی ساز بزنی، ولی الان یه خورده شول کردم. یعنی مثلا خیلی وقتا استوری میگیرم میشینم همونجوری شب میشینم چراغ رو خاموش میکنم دوربین رو میذارم با کیفیت خیلی افتضاحی ویدیو میگیرم میذارم تو اینستاگرام مثلا استوری میکنم، بعد میبرمش تو هایلایت ها. میدونی این قدم های کوچیکه ولی کار میده دیگه، یا این تاثیر میذاره واقعا. بعد شروع کردن خیلی موثره و آره بعد از اینکه شروع میکنی قدم به قدم ایده ها رو که قبلا داشتی مرور آره میکنی، یه سری ایده جدید هم اضافه میشه و پله پله انجامش میدی. آقا چون که مثلا ما ذهن میخوایم این باز میشه ویدیو بگیریم به ارشیا، جایی. چون که دقیقا ذهن من باز میشه دیگه، تو مثلا از اون قفلی که داشتی که آقا من باید بهترین باشم کنده میشی، حالا این چقدر کار هست که تو میتونی توشون خوب باشی صرفا، نه که حالا بهترین باشی خوب باشی. شروعت با مثلا 60 باشه کم کم برسی به 100. آره میتونه همین حتی شاید پایین ترم باشه، ولی خب من خیلی رو داشتم نگاه میکردم داخل یوتیوب که میبینم صحبت میکردن و اینا، بعد اولین ویدیوهاشون که نگاه میکردم واقعا خیلی اعتماد به نفس داشتن که منتشرش آره میکردن. آره بعد دیدم. یه مورد دیگه هم که هستش، حالا یادت قبلا خواستیم یه ویدیو در رابطه با همین گیتار زدن و اینا ضبط کنیم، دنبال کارت صدا بودی و منم آفرین آره آره آره. این دیگه برای اون 2 3 سال موقع پیشه. آره کارسون نداشتم، بعد ارشا میگفت من یه مثلا اون موقع آیفون داشت و اینا، میگفت یه ویدیو خیلی خفن برات میگیرم، مثلا تکنیکای فیلم برداری اینا بلد بود، ولی کارتون نداشتم اون کیفیت، با اینکه میشد ضبط کرد، میدونی کمالگرایی من بود دیگه نذاشت، وگرنه یه ویدیو الان داشتم که کیفیت صوتی شاید معمولی بود ولی کیفیت تصویریش خیلی خوب بود. آره رفتم خب اینترنت گرفتم و اومدم، چون که وسط تماس اینترنتمون قطع شد و میخوام بگم سطح آمادگی در این حد، یعنی ما افرادی که طاقم شوف کمالگراییم گاهن نه تنها خوب شروع نمی‌کنیم بلکه از زیر صفر شروع می‌کنیم و اینم فکر کنم همون دقیقاً زیر صفر رفت. یعنی عالیه. دفعه قبل موضوع رو انتخاب کردیم، کلی پشت تلفن وای، آره. صحبت کردیم، یه داستان قشنگ گفتیم، فکر کنم مثلا همون داستانا رو اگه می‌اومدیم ضبطش می‌کردیم وایس کالش می‌کردیم بهتر الان از این یه ویدیویی داستان میشد. خیلی خوب بود. دقیقاً حتی بدون تصویر همون وایس خالی که بود آره آره. خیلی بهتر از الان بود. الان اصلا یه بعد چیز عجیبه، مثلا بخوایم با همین اگه بخوایم سطح مثلا پایه رو بذاریم اینجا 3 سال دیگه میرسیم به حد استاندارد که شنیده بشیم، مثلا یه نفر بیاد ویدیومو ببینه نه. امکانش هست. نه یه جهشی ولی میزنیم، این که خب ویدیو اوله بابا. میدونیم بستگی داره، خیلی چیزش نیست.
شاید یه نفر دیگه ببینه بگه اینا که عملا هیچ ایده ای حتی واسه استارت زدنش هم نداشتن و شروع کردن این کار. اون ولی حداقل یه ذره اعتماد به نفسشو داشتن که استارت بزنن و بزننش. منی که شاید قدرش منی که چون میدونم خیلی افراد افزایش هم تو دارن یا حالا علاقه هم دارن، ولی خب تو حالت الان ما گیردن شاید یکم افضل از الان آره امروز فردا میکنم برای اینکه شروع کنم.